سلام دوستان عزیز، خوش آمدین در ویدیو از ما. امیدوارم هرجا هستین خوش خورم باشین. امروز جمعه مورخ 12/11/1403. امروز همونطور که معلوم از روزهای جمعه دیگه ما معمولا ختم قرآن از برادرای مکلی مریم ختم قرآن. انشالله که خوش خورم سربلند باشین همهشون. انشالله که هیچ وقت غم نداشته باشین، چون غم شادی با هم براره دیگه. حالا چاره چیه؟ ما باید امروز بریم در ختم. دوستان عزیز در جریان باشین. حالا بریم در ختم. اگه از ختم تونستیم فیلم برامشون میگیریم. اولین فیلم ما باشه که از ختم قرآن مهاجرین افغانستانی که در ایران هستن فیلم تهیه کنیم. انشالله یک ویدیو برای شما دوستانی که دو اقاربشون دوستانشون از ایران دور، از جای دور ما رو بیننده هستن، بتونیم با شما شریک کنیم. دوستان و اقاربتون رو شما هم در صفحه‌های مجازی بتونیم ببینین. بعد از سالها ممکنه بعضی رو بشناسین، بعضی رو ببینین. امیدوارم که شما بتونین از دوستان و اقاربتون رو دیدار کنین با امید دیداری. سلام دوستان عزیز، سلام مجدد خدمت شما بیننده های عزیز. امیدوارم هر جا هستین خوش خورم باشین. همینجوری که در اول ویدیو خدمت شما گفتیم که میدونین ما رفته بودیم ختم. امروز خدا رفتگان همه رو بیامرزه. رفته بودیم ختم، قرار شد که ما از اونجا ویدیو بگیریم برای شما تهیه کنیم. بعد متاسفانه ویدیو نشد تهیه کنیم چون دلایلی دیگه الان وارد جزئیات چی نمیشیم. ممکن بود قریب شیم، مثلا شلوغ هم بود یه خورده. بعد نم کستم چون نوکاریم دیگه. خودشون میدین دوستان عزیز، یک کم آدم خجالت هم میکشه. خداییشی تو جامعه سنتی افغانستان که ما هستیم هزارها، یک کم دیگه سخت برای آدم که از جای عمومی مثلا ویدیو بگیره در ایرانه، چون یک کم ممکنه بعضی از دوستا احساس بد داشته باشه که چرا ویدیو میگیره چه رقم از جرفا. آدم یکم جرأت نمیتونه، راحت نیست. از این خاطر دیگه ویدیو نتونستیم بگیرم. والا به هر حالش شما ما رو بخشش کنی که وعده خلافی شد دیگه. انشالله در فرصت های آینده اگه تونستیم از این طور مجالس انشالله برای شما گزارش میگیریم و فیلم میگیریم در اختیار شما دوستان عزیز قرار میدیم انشالله. معمولا اگرچه خدا مگه گوش شیطور کرکن از این مراسم ها زیاد نباشه، انشالله همه را پدر مادرها را برادران خواهرای ما را همگی ما شما را در حفظ و امان نگه داریم. تا خب ما هم دور از وطن، خلاصه ملک مهاجرت، یه سری مشکلات هم خود داریم بر حالش. ولی خب از این جور مراسم تو منطقه ما هر جمعه تقریبا برگزار میشه. حالا می گفتم جامعه سنتی خورده فیلم گرفتنش سخته. بعدم آدم که من تازه کارم هستم یک کم برم سخت ما میشه که مثلا فیلم بگیرم بلنش آدم، مثلا اگر جای بلند نشنه تصویر خوب تهیه نتونه، اگر جای بلند نه مردم چیز بگه. از این طور حرفا خلاصه آدم یکم ننگ داره یا ننگ شما یا شرمنده شما. خلاصه از این حرفا هستن. خودتون خدمت شما بگیم که این رقم هسته. دوستان عزیز خواستم در مورد چند مورد خدمت شما در روی از این ویدیو صحبت کنیم، چون صدای ماشینم سر صدای ماشینه، چون ممکنه شما را اذیت کنه صدایشی. ما گفتیم بذار رمزی ویدیو خودم صحبت کنیم. یک سری درد دل، یک سری مشکلات ها، یک سری کارها هسته که شما در جریان قرار بدیم. اولینش ما نوشته تو اولیش درباره می که یوتیوب صحبت کنیم چه رقم شد، چرا یوتیوب زدی، که بعضی برایش سوال پیش با یک آواری زبانی تو چطور شد یوتیوب بزنی یا مثلا از این حرفا. دوستان عزیز خدمت شما عرض کنیم که من خیلی دوست داشتم دمی رسانه باشم. از بچگی هم مثلا همی سخنرانی یا مثلا در پیش دوربین، وقتی که دوربین عکاسی بود کم کم بود،
ولی دوربینی که ویدیو بسازه نبود. بعدنا که ویدیو اومده مثلا چیز بود، ولی خیلی دوست داشتم مثلا توی ویدیو باشم و فیلم بسازیم از این حرفا. خیلی دوست داشتم. یک از دلیلایش که نمیشد خب فرصت شغلی و مثلا مشکلات روزگار نمیشد که مثلا آدم فرصت کنه ویدیو بسازه از این کارا کنه. خب یوتیوب هم مشخصا یک حوصله‌مندی در کار داره. حوصله‌مندی از این بابت که مثلا وقت بگذاری فیلم بگیری ایدیت کنی، کارهای ویدیوش هم واقعا خیلی سخت هم است. بعد کار هر کس هم نیه خداییش آدم بگه که والا کار میتونه آدم انجام. درسته فیلم گرفتنش راحت باشه شاید، ولی دیگه زمینش من چون خود مثلا 2 ماه درگیر از یوتیوب هستم، کانال یوتیوب زدم که ویوم خوب نگرفتم تصفانه کانال از من خود، چون ما یک برنامه شاید موضوع خوب انتخاب نکردم برای کانال. ما میخوام بلا که مثلا می روزمرگی مثلا در جا موروم یا چیکار مونم اینا رو بگیریم، شاید موضوع کانال خوب نباشه یا از این قبیل. ولی انشالله ما تلاش می‌کنیم که به سرانجام برسیم یوتیوب را. انشالله برنامه خوبی داشته باشیم برای شما دوستانم، ویدیوهای خوب مثلا پخش و نشر کنیم. این ویدیو هم که می‌بینی اینجوری بیر نه یکم تصویرش لرزانه، چون دوربین امکانات خوب نداریم متاسفانه دیگه. با دوربین و پای دوربین هم رفتم اون روز بازار، ویدیو شما که برای شما نشر رفتم بازار، خیلی دوستان قیمت لوازم مثلا دیجیتال و مثلا دوربین میخواستیم بخرم. اون عکسایی که در دوربین دیدیم اونا رو مثلا گذاشتم براتون دیدین. بعد خیلی گران بود، میکروفون خیلی گران بود، مثلا چیزای دیگه. اینی پایرم که خریدم برای ماشین، این نمیدونم اونجوری خوب گفتنی بهترین چیه. یعنی من اول خریدم یه من لرزه داره، باز میخوای لرزه نه، ویدیو کم تصویرش تکان مخوره، بازم بخشش باشه دیگه. درباره یوتیوب میخواستم صحبت کنم که همین بود دیگه. دوستان عزیز امیدوارم که ما را همراهی کن، کانال ما را اگه دیدین لایک و سابسکرایب کنین، کمی لالهشون بیشتر بره، انشالله بتونه در عرصه کانال خود تقویت کنه، در عرصه هنر، در عرصه مثلا ورزش، درباره مثلا فرهنگی مهاجرین، روزای مهاجرین، مثلا از این قبل ویدیوها ما میتونیم که سعی که برای شما دوستان پخش کنیم از اوضاع مهاجرین، از مشکلاتش اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی. خلاصه در هر زمینه ما سعی که ویدیو برای شما بسازیم و پخش کنیم. بعد خدمت شما عرض کنیم یک بدی که داره این ایران که ما هستیم، نت خیلی ضعیفه. نمیدونم شاید جای ما اینجوریه، شاید همه جا هم اینجوری باشه. ما چون دو چیز دارم، یک رایتل دارم، یک امر اول. واقعا آردوتایش که امتحان کدوم آردوتایش مثلا خیلی نیتش ضعیفه. فیلترشکنم که ما فیلترشکن خوبه نسبتا، ولی خب برای ایدیت مثلا ویدیو خیلی طول میشه. یک ویدیویی که مثلا 4-5 دقیقه باشه 2 ساعت طول میشه. این ویدیویی که مثلا اینا 13 دقیقه 14 دقیقه باشه 3 ساعت 4 ساعت طول میشه ایدیت چنین. در این مشکلات خود ما واقعا مشکلاتی که نت ضعیفه، اینجا تحریم کشور ایران، خدا آدم اذیت میشه، آزاد نیسته، کم سخت است. خب درباره یوتیوب همینقدر بس صحبت کردیم که چرا یوتیوب ساختیم، دلیلش اینه بود که شوق علاقه داشتیم از قبل. امیدوارم که دوستان فهمیده باشه. درباره خودم میخواستم صحبت کنم که اونا به شما گفتیم که چطور شد مثلا علاقه شوق بود دیگه. درباره مهاجرین صحبت کنیم. واقعا اوضاع مهاجرین در ایران فعلا نه خوب نه بد. خلاصه یک جوری هسته که آدم در ایران اونایی که اقامت داره، اقامتی مثلا دائم داره، خوبه، مثلا نیست یک روزگار بگذرنی، راحت میتونین کار کنین، میتونین درآمد داشته باشین از این حرفا. منتها همجوری که دوستان میدونن که 2 سالی شاید مثلا 1.5 سال میشه یا مخصوصا همین سال 1403 یک ذره کار کم شده. واقعا کار نسبتا در سال خیلی کم شده، یا نمیدونم تحریم ایران زیاد فشار رو درش، یا که واقعا یک جوری گرانی خیلی زیاد شده، فشار روز مردم ایران آورده. چون هرچه اقتصاد ایران دگردیش باشه کاربار از ما همجوری زیاد میشه. متاسفانه کاربار از ما کم شده از این لحاظ. واقعا ما
یک از دلایل شاید مثلا ما کانال یوتیوب زدیم من بیکاری بود، گفتم چیکار کنیم. ما خیلی شوق داشتیم دیگه این کانال یوتیوب بزنیم، از خاطر گفتم خب چرا از که بیکار بیا کانال یوتیوب بزنیم، حالا اگر گفتی از مرتکه شد که مشک نشد او یار که میشه دیگه. از خاطر یک از دلیلش هم این بوده که مثلا بیکار بودیم زیاد، مثلا کاری که قبلا داشتیم یک دنه دو دنه کار داشتیم، باز موقع زنگ میزد تا دوستا معرفی میکرد اون کار خود نمیرسید در دیگه دوستا معرفی. الان باور کن 100 بار صاحب کار زنگ میزنم میگم خود بیکارم، خود دگان تا کار داره ما همه انجام میدیم، یعنی اینجوری میشه. الان باور کن همین مخصوصا این سال یه خدا بعضی کار خراب شده، الان نمیدونم چرا. همین همان که مهاجرین غیر مجاز دارم بنده خدا را که مثلا به صد امید قچاقی من در ایران باز دوباره در مرز نیدم که من شاید کاربار درست سالون گیرش نه، ولی برمیگردم ناامید. ولی خب خدا کنه که ما شما توفیق بده که در کشور خودمون بری یک روز کارباری که دل بخوای خود میامور به دست بیاری، درآمد خوب، کار خوب، با عزت سربلند، دیگه هیچ کس نگه که آقا چی کار منی، برای چی اومدی اینجا، چرا اومدی، فلان این حرفا دیگه. دوستا بخشش باشه ویدیو نظمه کم لرزنه گفتم هم قبلا که کم یعنی پایه گوشی خریدم نمیدونی بهترینش بود، ولی بازم میبینیم که لرزنه. دوربین تصویر خوب ویدیو خوب گرفتن نمیشه، بر حال ما را ببخشین که دوربین نمیدونم چی رقمش دهی لرزم نقدر سبوک چی رقمم دو خاطر لرزم نه که اگرش خوب محکمم که دوباره بهش تکونم بدیم چی رقم میشه ما یک ذره بهتر میشه، ولی نه بازم رقم موج آب لینتر موج میشه. این بیست رقده این دستان کارا رو صحبت کنیم چرا اینجوری میشه تصویر ما. بر حالش دوستان عزیز از این بیشتر سرسم درد نریم. درباره یوتیوب بود دیگه میخواستم درباره که ما در ایران هستیم واقعا این سری مشکلات ها این داریم. بعضی مثلا واقعا مشکلی اقامت داره، بعد خدا به چی مشکلات ما ایران بعد از این جمع که تسکیر میشن ناامید برمیگردن اینجا کاربار نیه. خلاصه کم مشکلات ها زیاده دیگه. از این طریق هم خواستیم خدمت شما صحبت کنیم که مشکلات های واقعا زیاده، مهاجرین بیچارگو زیاد مشکلات داره. امیدوارم که ما و شما روزش اینه که در افغانستان در کشور خودمون بریم بدون دغدغه بدون مشکل بتونیم یک کار بار یک بیزینس خوب یک کار خوب برای خودمون دست پا کنیم، پیش زن بچه خوب، پیش قوم خوب، خانه‌ای که میسازیم مثلا اقوام خودمون مردم خودمون داخلش با یک کاری که مونیم خدماتی میدیم به خود افغانای خودمون اختصاص بدیم. ولی خود آدم اینجا میبینه خانه خوبم جورنی بچه ها خانه زحمت زیادم میکشه، ولی آخرش مردم مک کسی دیگه داخلش میشه. تا ما یک روز ما یک مورید بود خدا شاهده خیلی دنبال خانه میگشتم، یک جای رفتم بسیار خانه نوساز دلچسب نمی دیوار دیدم، گفتم والا همی خوب خانه بهش که میرم برم چند میگه. وقتی رفتم اینجا صاحبش زنگ زد گفتاری ما گفتم بگی بنگایر که می عطبا میدیانه، گفت نه دتبا نمیدیم، خانه که خود عطبا از دیسک جور کرده اما خانه رو مثلا من حل از ما بود، ما خود روزهای روز از پیش تر میشدم اما خود مدیدیم کمشهره خود مامور کار میکرد جور میکرد. بعدن که ما رفتیم اون خانه رو اجاره کنم به ما ندادن. این رقم چیزه خلاصه تعصب است و چیز است که آدم از این خاطر میگیم دوستان از آدم که خوبه که زحمتی که میکشه یک هموطن از ما داخلش بره که از لذت ببره. مثلا کاری که انجام بدیم یک کار میدیم خلاصه استفاده ای که هموطن آدمون یا خود آدمونه بعدا دلش میخواه امز خانه امز کار امز محیط استفاده کنه بیتون استفاده کنه، ولی اینجا متاسفانه رقم نیه دیگه. به خاطر امزی درد دل که نمیگلزه خنجغه شما دوستان از این مار ببخشین اگر پر حرفی یک دوم یک چیزی که دوم خلاصه شما خودتون به بزرگی ما رو ببخشین. ویدیو از ما دیگه کم کم میرسیم نزدیکی مسجد اینجا به پایان میرسه کم دیگه. امیدوارم هر جا هستین خوش خورم و سربلند باشین دوستان عزیز. دیگه از این بیشتر وقت شما نمیگیرم. هر جا هستین خوش و خورم و سربلند باشین. دوستانی که در ایرانه، دوستانی که در خارجه، اونایی که در خارج شب برای شب بخیر میگیم، اونایی که روز بخیر، اینج که روز بخیر.
انشالله هر جا هستین خوش خورم سربلند باشین دوستان عزیز. امیدواریم که جاشون جور باشه، اوقاتشون خوش، که پرپول باشه انشالله، اوقاتشون خوش باشه. سلامت و سربلند و پیروز باشین دوستان عزیز. به امید دیدار انشالله که یک روز شما در وطن بینگرنم. یا علی مدد. خدا حافظ شما.